سلام بچه ها، مبین هیرو هستم. به چنل یوتیوب من خوش اومد. اومدیم که داشته باشیم یه مسابقه هوش سرعتی با دایم. اینا هستن منم دعوت کردن افتخاری اومدم اینجا یه مسابقه داشته باشیم. اومدم بالاخره من رو تو تور انداختن. الانم خیلی گشنمه و باخت هم نمیدم. حالا مسابقه از چه قراره؟ از من یه سری سوالات پرسیده میشه. بعد از هر 3 سوال یه سری ویدیوها پلی میشه. بازنده که ایشون هستن میخوایم اینو بزنیم تو صورتش، ماست رو بزنیم تو صورتش که ببازه و ما یه ذره کیف کنیم. بازنده بزرگترین قاره جهان کدام است؟ آسیا. درسته. خب آسابیا ماساویری جواب. خب سوال دوم، قلب انسان چند حفره داره؟ پایین میگی. بریم. تو بذار پایین. خب الف 2 تا، ب 3 تا، ج 4 تا، د 5 تا. چند تا؟ 4. 4 تا. درسته. چی 4 تا؟ برای من 5 تا. سوال سوم، واحد اندازه‌گیری شدت جریان الکتریسیته چیست؟ الف ولت، ب آمپر، جیم او، دال ژول. ولت. چی؟ ولت. اشتباهه. شما؟ آمپر. درسته. عقبی هنوز. من میام گشنمه، تو باور نمی کنی. خب من گشنمه. تا اینجا به نفع مبین 3-1. خب میریم حالا سراغ ویدیو. سلاغه. خب ببینید اینجا ما نوشابه رو داریم، ماشین رو داریم. درسته؟ بین نوشابه ها و ماشین ها مبین اول میتونه انتخاب کنه. ببین هر کی بیشتر بمونه بین مثلا ماشین و نوشابه رو تردمیل بیشتر بمونه اون برنده است. اوکی؟ درست. الان مبین کدوم انتخاب میکنی؟ خب تو هم که مجبوری ماشین انتخاب کنی. نیست دیگه. چرا این اول انتخاب کرد؟ چون برده من امتیازم از تو بیشتره کوچولو. الان نگاه ماشینت دونه داره. رفت کوکاکولا. نه دیگه این همون بطری یه مونده. دونه اینم جزو مثلا نوشابه است دیگه. نگاه ماشینا توی. چند تا هستن اونا. حالا ماشینا توی. وای ماشینا برد. برد. چی شد بچه؟ سوال چهارم، بله بفهمید. کدوم کشور مهد تمدن بین النهرین هست؟ الف مصر، ب ایران، جیم عراق، دال یونان. یونان. اشتباهه. عراق. آفرین. سوال بعدی، اولین انسان روی ماه چه کسی بود؟ آدم. نه من بهت اخطار داده بودم که همینجوری الکی نزنی. پوزش میخوام. بله. الف یوری گاگارین، ب نیل آرمسترانگ، جیم باز آلدرین. ب. چی؟ ب. نه ب دومی. نیل آرمسترانگ. آره. درسته. شانسی هم مگه میشه آخه؟ چه؟ چه نه، شانسی؟ آرمسترانگ دیگه معروفه با هم دیگه. رفته بودیم. تو 4 گزینه رو کامل نگفتی. اب نداره میتونه بگه بچه با هم ولی رفته بودیم. یه امتیاز. نه دیگه عزیزم قبل اینکه من چهارمی رو نگفتی. قبل اینکه من گزینه ها رو بگم شما باید چیز میکردی. خب بازی دقلی ولی خب قبولش دارم. سوال بعدی. آهنگ گشنم هنوزا. سوال بعدی. قبل اینکه گزینه رو بگه خب بچه ها بریم سراغ بله. سوال سوم.
آقا درسته. دیدین چیکارش کردم؟ از کجا میدونستی؟ له از داریم کجا؟ مچاله کم داریم از مچاله کجا؟ ربطی نداره شطوره دیگه شطور از دیگه کجا؟ اون روزی داشتم مستند نگاه می‌کردم گفت خرم اینجوریه ولی شطورم خوبه. خب شما 5 امتیاز، مبین 4 امتیاز. ممنونم از همراهیتون. من 4 امتیاز چقدر بیشتره. شلوغ می‌کنه این؟ میتونی انتخاب کنی پپسی یا کوکاکولا برنده میشه. من میگم خیلی نزدیک نیست ایشون به من. خب انتخاب کن. کوکاکولا. پپسی دیگه. میگه نه. مجبوری خب. اونو بگی. بازم. فقط نه میخوای ترد میلو بگی. ببینیم چی میشه. بازنده ایره رو اوه سر چه گتاری. اون کوکاکولا تو بکشون به داره هول میده پپسی ها. نگاه آها. رفتش آتیش خدافز این بازیکن از دور خارج میشه. خدافز برو خدافز نگاه اصلا امید داری بری چی؟ کوکا از همه عقب‌تر. نه این سراغ سال اول. طولانی ترین رود جهان کدام است؟ رود نیل. رود نیل درسته. مبین 2 امتیاز 7 امتیاز. خب سوال دوم. خورشید از چه چیزی عمدتاً تشکیل شده است؟ مواد مضاد. اشتباهه. الف نیتروژن، ب اکسیژن، جیم هیدروژن، د کربن. بله هیدروژن. درسته. تشکر میکنم از شما و شما سوالای خوبی که دارید. خواهش میکنم. 6. ممنون میشم. پایتخت ژاپن چیست؟ توکیو. درسته. ایشون مبین چرا پا میشن؟ بش. توضیح بدید به من بهتر میشه. امتیاز مبین 9 شما 6. خب بچه ها چون این تو این تصویر یه مقدار به هم ریخته است همین رنگا مثل من، شما میتونی یکیشو انتخاب کنی. من باید انتخاب کنم. شما انتخاب کن. این اتوبوس کناریه. خب شما من این ماشین کوچولو جلوی یا حرف بزن. همین یه دونه‌شو میتونی انتخاب مشکیه. کنی. آره. باش بریم سراغش. نگاه برسه نگاه. رفت همش رفت دیگه. من بردم ماشین کوچولوها چیز دیگه. ماشین بزرگ هم تو اینجاش که ادامه داشته. نگاه اصلا اون کوچیکه هنوز مونده. کوچیک اونجا هست. داره میره عقب. نرو ماشین کوچیکه برنده شد. تشکر. بریم. سال اول. مخترع لامپ الکتریکی کیست؟ مساوی زدیم. من ویدیو نه. چک کنم. وار. من درخواست وار دارم. باشه من چک کنم. من رفتیم درست VAR رو گفتم. نگاه کردیم. VAR رفته بودیم. داور خریدن. خب آور از خودمونه. نه خیر خرید. آقا شما زودتر زنگ زده پولمون بودیم. زیاد بود. خب پول الان زیادی میدادیم. آقا بینام بله. جوابتون چیه؟ ادیسون. درسته. گفتم دیگه ادیسون گفتم. درسته. دستتون نکنه. خب. 2 امتیاز من. خب بچه ها بریم سراغ سوال سوم. بله مرسی. در شطرنج مهره وزیر در چه جهاتی حرکت میکنه؟ ایشون بوده. آقا بینام بفرمایید. افقی عمودی مورب حرکت میکنه. درست. خب بچه ها این ویدیو توپای بیلیارده. بله بله. شما دو رنگ رو انتخاب میکنین یا تک رنگ؟ قبل از زنگ رو تست کنیم. سالمه. خب
کدوم دورنگا یا تک رنگا؟ دورنگا. دورنگا. آره. مبینم که تک رنگا. تک رنگا مجبوره. نه. نمیتونه کاری انجام بده. معلومه دیگه حق الان میره انتخاب بریم. نداره. الان میره بریم میره؟ سراغ ویدیو. دورنگا میره باشه دیگه برم. جهت یادآوری آقا بهنام بله. امتیازش 12 مبین 9. خیلی ممنونیم. تشکر میکنم از یادآوریشون. اینا جایی نمیخوام برم فکر کنم. همینجوری موندن. همینجوری موندن اینجا. سرعت ببریم بالاتر دست من نکنه. همه با هم دارن میرن. هم داره میره بالا. به 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 برید ماشاءالله ماشاءالله جدال سخت. دورنگا رو نگاه بیاید بیاید نه که نیاید دیگه خراب کرده تک رنگا کی بودن؟ تک ایشون ایشون این از برزیل اومدن. خب انگار دورنگا تعدادشون بیشتره. دورنگای تک رنگا. دورنگا همینجا بایستدن یه چوب لاچرخشون بکنید بذارید. چه وضعشه؟ آها نگاه تک رنگا برد. خب تک رنگ برد. سوال 1. بله. منشور کوروش متعلق به کدام تمدن است؟ واقعا میدونی؟ یعنی به تو سوالا رو رسوندن قبلا؟ یک چیز میدونم. درست. من خودم نمیدونم سوالا رو از کجا پیدا کرده. من واقعا دوست دارم بدونم. شما مگه پیدا نکردی سوالا؟ آره خب ولی خب خیلی مطالعه دارن ایشون. شاید حتما بچه مدرسه ایه. ایشون از برزیل اومدن. نه من از الان ایران قدیم اومدم. خب امتیازاتون 12 مساوی. نه کاملشه؟ آره دیگه درست بود دیگه. چیه؟ خب سوال دوم سفریان باش بچه‌ها. واحد پول کشور انگلستان چیه؟ یورو. اشتباهه. الف یورو، ب دلار، جیم پوند، د فرانک. فرانک. اشتباهه. پوند. شما دیگه یه بار جواب دادین دیگه. برو بعد این سوال از دست این سوال از دست. سوال شماره 3. گرونترین به من چیزی نگو. بچه‌ها اذیت نکنین دیگه. بله تشکر. گرانترین فلز جهان کدوم است؟ چیه؟ من زودتر زدم. خب چیه؟ طلا. اشتباه. تو چی؟ من منتظر نه دیگه زدی. نه زدی باید بگی. ادامه سوال زحمت زدی نه اصلا نمیتونی کاریش کنی. نباید میزدی من سوالا رو برات میخوندم. طلا نیست. چیه؟ طلا نیست. چیه؟ بزن یه امتیاز منفی بده. گرانترین فلز. گرانترین فلز جهان. جهون یا جهان. خب جهون خودمونه. خونهشون چه آرزو. چیه خب؟ بابا زیاد داری حرف میزنی بگو چیه؟ بذاریم گزینه‌ها رو بگم. تشکر. طلا. آقا. طلا. نه. باید بگوی. خب من چرا؟ آقا شاید واقعیتش می‌خواستم طلا رو بگم. خب به خدا میگم می‌خواستم طلا رو بگم. الف طلا، ب نقره، جی پلاتین، دال رودیوم. کدومش؟ نقره. گزینه دال. درسته. چیه؟ رودیوم. من بودو دیگه بودو. رونالدو است. رونالدو رو انتخاب امباپه کنم. من امباپه رو انتخاب. انشالله که بتونیم. خب رونالدو امباپه. بریم ببینیم. امباپه اومد جلو. برو رونالدو برو. امباپه رفت. نه نمیره بابا امباپه. دستی کم گرفتی؟ نه دیگه پشت رونالدو پره. نه باید یه چوب بیارن شوتش کنم بره.
این ماشین که کج وایساده اون چجوری وایساده اونجا من نمیدونم. تو فشار زیادیه. داره بشکبات میکنه لاس اینا داره تیک آف میکشه. خیلی عالیه. سالمه. این دست میشه نزنی؟ ها؟ چرا چه اتفاقی؟ آها آها داره اتفاقایی میفته. آها امباپه داره. امباپه چیه؟ امباپه سر جاش مستحکم وایساده. آره مشخصه. نهادی؟ همین الانه که به گدازان به پیونده. آها. اونم رفت رونالدو رو دیدم. رونالدو داره میره، امباپه هم داره پشتش. نه برنده میشه. چی امباپه؟ مساوی شد. ایران ایران چی؟ ایران در کدام قاره قرار دارد؟ آسیا. من زودتر زدم. به اینام درست گفت. بله تشکر. خیلی ممنون از راهنماییتون، از همراهیتون، دستنکاران، همه کارانی که چند بودی؟ 12 بودی؟ 12 من الان رفتم بالا. 14 شد یعنی. خب دیگه ببین سال بالا میدم به جلویا، میگم بکش کنار که دارم میام. اوکی. سال دوم بله. کدوم سیاره به سیاره سرخ معروفه؟ ایشون دست من میکشه. راست میگه چرا؟ بابا این میاد اینجوری میکنه من اینجا میذاره دستم یکم دستشو. بیقرارشه شغله. اینجا میذاره دستشو. خب نه دستاتون رو زیر. الان هر کدوم بلدین فقط باید بگین ها. چی شد الان؟ زهره. زهره کیه؟ اشتباه. زهره. اشتباه. الف مریخ، عالی. ب زهره، جیم مشتری، دال عطارد. چی؟ عطارد. عطارد. چی ده؟ سوال رو دوباره میگیم برای من. کدوم سیاره به سیاره سرخ معروفه؟ نه کنم مریخ باشه. درست. نه تشکر میکنم ازتون، خیلی ممنونم ازتون. انشالله اون روز باشه عروسیتون بیاین. بله میاین، عروسی هم میاد. شما 15. خب سالم زنگا دوباره. بازم دستاشون آوردن. بچه شلوغ نکن. من چندم؟ شما نمیخوای دیگه 12 و منتظر. 15 در جریان باشید که امتیاز به 20 برسه اون نفر برنده است. تمام. خب معلومه دیگه من برنده. مشخصه. سال سوم خلیج فارس به کدام اقیانوس متصل است؟ اقیانوس هند و دریای عمان. درسته. خیلی این اصلا تازه امتحاناشو خونده. ایشون میگم که باز تو جلوی شما منو مبتدی در نظر گرفتید آوردید اینجا. من کاش یه مطلبی میداد میخوندم اینا رو به گلی. مبین 13. نه من آره دیگه. 2 امتیاز میگیرم. راست میگه. 14. 14 و 15. ماشینا بر اساس شدم. رنگن. خب کدوم رنگ رو انتخاب میکنی؟ چی؟ کدوم رنگ رو شما انتخاب میکنی؟ کدوم؟ رنگ؟ بله. کدوم ماشین؟ قول میده. مشکی هست، قرمز هست، آبی این هست. ماشینی که روش مشکیه، قرمز مشکیه و عقب برید. آره این آفرین همون دستتون فهمیدم. من این ماشین نارنجیه که کنار هستش. تقریبا اتوبوسه. بله بله. اوکی بریم ببینیم. بیا جلو. آفرین آفرین تکون نخور همونجا بمون. آفرین همینه که هست. اتفاق نرو رفتی تو. من دارم میام. اینی مگه؟ نه اونا. نه همون پشتیه. اونی؟ آره که اون یکی بودی. بیا برو پایین بچه کوچه. صدای رنگ اتوبوسه دیگه از بالانس در اومده. اونو ببرید دیگه اونو ببرید. اوه اتوبوس چپ کرد. اتوبوسه رفت.
حالا ببینیم خداحافظی تو هم خداحافظی کردی. خب. چی میگه این؟ این از برزیل اومده ها، شما خب میگی بچه. زنجانیه. کدوم کشور تنها کشوری است که پرچم آن 5 ضلعی نیست؟ چیه؟ خب الف نپال، ب سوئیس، جیم بوتان، د واتیکان. واتیکان البته اشتباه خوندم. اشتباهه. اشتباه. چیز یک چی بود؟ الف. نپال. درسته. تشکر میکنم ازتون. این تعادل از بازی رو من هیچ ندیدم اصلا. شما 17. تشکر میکنم. این تعادل از بازی رو اینجا ندیدم من خندوانه هندوانه همش رو رفتم بازی رو انجام دادم. تمام تقلبه. تمام این خب بچه‌ها بریم سراغ همه سوال دوم. کدام عنصر صحبت کنم نمیدونم چرا کدام عنصر جدول تناوبی کدام عنصر جدول تناوبی نامش برگرفته از یک سیاره است؟ یه مقدار سوالات سخت کردیم که دیگه آخره بازیه. من پلوتونیوم الف، ب نپتونیوم، جیم اورانیوم، دال همه موارد. کدومش؟ بفرمایید. همین موارد. درسته. شما 15 17. بریم سراغ سوال سوم. این دفعه با چونش میزنه. چونش بچه‌ها با چونم زدم سریع‌ترین عضله بدن بچه‌ها جانم عزیزم سریع‌ترین عضله بدن انسان چیست؟ میخند. الف زبان، ب عضله پلک، جیم عضله ساق پا، دال عضله قلب. پلک دیگه کدوم؟ پلک قلب. درسته. عضله کدوم؟ پلک. قلب. شما 18. داریم خب. به ماست نزدیک میشه که ماست رو زحمت ماست رو میداد اینجا من دیگه تمام شد بگوبم یه لحظه اجازه بدین بریم سراغ سوالای بعدی و میخوام این بار سوالا رو 2 برابر کنیم، یعنی 6 تا سوال باشه، آخریش یه ویدیو تا ببینیم نیم نتیجه چی میخوای میشه. بدی؟ جان؟ نه میخوام 2 برابر، یعنی 6 تا سوال در کل میخوام ازتون بپرسم توی این مرحله. آره 6 تا سوال میپرسه. خب این سوال یکم خیلی بامزه است اگه بدونی. اولین وسیله‌ای که اینترنت به اون وصل شد چی بود؟ ماهواره. اشتباهه. حداقل یه ذره به اجازه بده میدونی بگم. اینجوره دیگه برزیلیا اینجوریه. الف یخچال، دال نه ببخش الف یخچال، ب دستگاه نوشابه، جیم توستر، دال تلفن. اینترنت چه ربطی داره به اینا؟ همون دیگه. اولین وسیله که اینترنت با ما متصل شد. تلفن. عزیزم شما جوابتو دادی؟ یه بار دیگه برو. ببین اولین وسیله‌ای که اینترنت به اون متصل شد چی بود؟ الف یخچال، ب دستگاه نوشابه، جیم توستر، دال تلفن. چی؟ تو داری به نفع اون کار میکنی؟ ماست تو صورتته. خب دستگاه نوشابه مسخره است واقعا. درسته. اولین وسیله که اینترنت به اون وصل شد. کدوم کشور دارای بیشترین تعداد جزیره در جهان است؟ الف اندونزی، ب سوئد، جیم فیلیپین، دال ژاپن. اندونزی. اشتباهه. وای. دوباره بگم نه. کدوم کشور دارای بیشترین تعداد جزیره در جهان است؟ نه. الف اندونزی، ب سوئد، ج فیلیپین، دال ژاپن. فیلیپین. کدوم حیوان مغزی دارد که به اندازه بدنش بیشترین اندازه رو داره؟
نهنگم. اشتباه. الف انسان، ب اختاپوس، جیم نهنگ عنبر، دال پرنده کلاغ. به اندازه بدنش اندازه بدنش بیشتر اندازه رو دارد، مغزش. کدوم حیوانه؟ اختاپوسه؟ کی؟ اختاپوسه کی نه؟ درسته. تشکر میکنم. شما 19. چه چیزی باعث میشه فلامینگوها صورتی رنگ باشند؟ چه چیزی باعث میشه؟ بزن دیگه بزن. الف ژنتیک، ب نور خورشید، جیم غذایشان، دال لجنهایی که در آن زندگی میکنند. ژنتیک. اشتباه. بابا لجن‌هایی که در آن زندگی میکنن. اشتباه. ژنتیک. غذاشونه. غذاشون. خب بریم سراغ ویدیو. خب بچه ویدیو کدوم ماشین رو انتخاب میکنی؟ کدوم ماشین؟ کدوم باشین هم؟ ماشین مشکی، همون ماشین بتمنه. ماشین قرمز بغلیش کرمیه. هست دیگه واسه فیلم من اصلا. کرمیه قشنگ نیست بچه ها. همین کرمیه، همینی که هارکه. درسته؟ من بتمن انتخاب خب میکنم. نه همون کرمیه. کرمیه. مزه. شما هم بغلیش قرمزه. بریم شروع Boys میکنیم. and She-Hulk, who will be the ultimate winner? Wednesday going crazy with the troops right at the start. ماشینه چجوری Will she be وایستاده able to turn اونجا it into من a win? این احساس کنم از بازی من جاتون مشکل بودم بتمنه رو انتخاب میکردم. آره احساس میکنم بگرده این به چرخه این ولی لبش زد. نه داره میره. نه خداحافظی کرد. خب شد انتخاب نکردیم. آره. انتخابتون خوب بود. خیلی ممنونم. کرمیه مونده. کرمیه مونده. کرمیه همون هالکه دیگه. درسته؟ تشکر میکنیم. جلو زاپاس داره ها. این تو هم پنچر بشه آها دارم میره. آها جفتشون. من برنده شدم. اولین کرمی افتاد. اوکی. اولین سوال، کدوم حیوان میتونه بدون آب تا چندی ماه زنده بمونه؟ شطور. آخه اشتباهه. الف شتر، ب کانگورو موش، جیم جواب لاک بده. پشت، دال مارمولک صحرایی. کدومش؟ رنگش خرابه. ببین بچه‌ها. رنگش خرابه. آره. درست شد. بگو چی؟ دیگه. بگو سری باش. نه کانگوروی صحرایی. چی؟ لاکی پشته. اشتباهه. لاک پشت. کانگوروی موشه. بچه ها بریم سراغ بعدی. تنها پستانداری که میتواند پرواز کند کدام است؟ الف سنجاب پرنده، ب خفاش، جیم پرنده شترمرغ، دال لمور فکر کنم. لمر. اشتباهه. نه خب شما چی؟ سنجابه. اشتباه. جواب خفاشه. خوششافه. جواب خفاشه. شفافه ها. آره شفاف بود نفهمیدی. سوال بعدی، کدام حیوان میتواند در هنگام ترس یا خطر دم خود را جدا کند؟ خره. چیز خیلی تابلوه. مارمولک. درسته. 2 امتیاز. خب بچه ها سوال بعدی، کدوم حیوانه میتونه بدون مغز هم زنده بمونه و حرکت کنه؟ الف ستاره دریایی، ب کرم خاکی، جیم عروس دریایی، دال خیار دریایی. خیار. خیار دریایی. والا خیار دریایی من ندیدم همچین عروس موجودی. دریایی. خیلی خوب. عروس. عروس دریایی درسته.
1 امتیاز. 19 مساوی. کدوم حیوان هنگام خواب یک نیمکره از مغزش بیدار میمونه؟ الف دلفین، دلبین. ب لاک‌پشت، جیم توتی، دال سگ آبی. کدومش؟ اول شما زدی؟ توتی. اشتباه. دلفین. درسته. درسته و مبین بازی رو میبره. خب وقت مجازاته. بله تشکر میکنم از بازی کثیفتون. خیلی ممنونم. خب ماستو بیاریم بزن تو صفتش. خب یه جوری فقط ماست دیگه. طوری که دیگه از این بیشتر نمیره. خب بچه ها تا ویدیوهای دیگه بازی کثیفی بود ولی خیلی حال داد. من گشنم بود واقعیتش. خب بازی تمامه. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.